خانم آقایان، من نویسنده کتاب خاطرات یک عاقد هستم و یک خاطره میخوام براتون تعریف کنم. سر سفره عقد داشتم خطبه عقد میخوندم و هر بار که اسم آقا داماد رو که نورالله بود میبردم صدای صلوات جمعیت بلند میشد. جناب آقای نورالله، اللهم صل. یک بار، دو بار، سه بار، من 12 بار اسم داماد رو میبرم توی اون مراسم خطبه خوانی و هر بار صلوات میفرستادم. برام خیلی عجیب بود. یعنی چی؟ نکنه که از این آقای نورالله خان یه قداست خاصی داره یا بالاخره رسمیه یا چی؟ خیلی فکرم مشغول که قضیه این چیه. بعد که از سالن عقد خارج شدم، 2-3 نفر پیرمرد در حالی که داشتن به شدت میخندیدن خارج شدن، اومدن پیش من. گفتم میدونی راز این صلوات چیه؟ چرا بعد از نورالله صلوات میفرستادیم؟ گفتم نه، برام اتفاقا سوالی. گفت که اسم این آقا داماد نورالله است، اما پیش خانواده عروس کلاس گذاشته، اسمشو گذاشته نیما. گفت اسمم نیماست. شما هر بار که میگفتی نورالله ما صلوات میفرستادیم که اونها این نورالله نشنون، فکر کنن شما داریم میگی نیما. نورالله یا نیما، مسئله این است.